سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو. دارید صدای منو میشنوید؟ بله بچه، اینجا با محمد وایتی، اونم تازه یوتیوب زده. قرار بود این دوئل بریم، این دوئل سر 1000 تا سی پی قرار بود بریم. خودتون ببینید چه اتفاقی افتاد. اینجا داشتیم که کلکل میکردیم و به هم میگفت و میبرم تو گندگوزه است، ولی بازیش خوبه بچه ها، اینم در نظر بگیرید. حالا بریم در ادامه ویدیو میبینید من بردم یا اون 1000 تا سی پی رو من گرفتم یا این. اینجا بازی شروع شد، گفتم بذار از همین اول ترای هارد کنم ببینم چی از دست محمد ساخته است. هیچی دیگه، همین ترای هارد بی اشتباهی بود دیگه، نباید ترای هارد میکردم. اگرم میبینید بازی یکم لگه بدونید به خاطر اسکرین ریکوردره. بریم بزنیم محمد سیاه و کبود کنیم. بازی 10 تایی بود. اینجا دیدم محمد نخورد، اینجا دوباره نخورد هیپفایرم، دوباره این دفعه ریجستر نشد، خورد. این دفعه یه فسسکوپ میخوره. محمد وایدی به خاک نشست. اینجا من میترسیدم محمد خط گرفته باشه زد. یک اشتباه محاسباتی نیا کن باعث شد من نتونم بزنمش. رفتیم دیدیم از اینجا اومد نخورد، دوباره خورد. این دفعه دیگه معلومه دیگه باید بخوره اولش یا آخرش. اینجا دیدم داره یک کلکوی سوار میکنه. بچه حالا یه موضوعی بهتون بگم. اینجا نایفشو برداشتم، گفتم فشارش کنم با نایف بزنمش، گفتم نه، بازی اسنایپ همون نایفشو نگه داشتم همونجوری. موضوعی بهتون بگم، بهترین دی ال یا دو اتچمنتن یا تک اتچمنته. الان این دی ال من که میبینید دو اتچمنت است. این هیپ فایر من دمیج یا کن هیپ فایر دمیج. الان این هیپ فایر میخورد، محمد خودکشی کرد ولی دیگه اومد چون دمیج شدم C4 بندازه. ولی داشتم میگفتم دی ال های دو اتچمنت بهترین یا تک اتچمنت و مخصوصا من تک اتچمنت، چون مثلا زیاد تخصصی ندارم و نمیدونم چجوریه، تک اتچمنت زیاد بازی نمیکنم باش، فقط دو اتچمنت. اینجا اسپان ترپ هم کرد، مثلا زدم تو بیخ گوشش. اینجا 4-2 شدیم. میدونستم قراره اشتباهی بکنم، کامبک بزنه تموم بشه. نگاه تیر میزنم و این یهو میپره. نگاه ریجستر نشد. اصلا کلا این شانس مایه، یه نفر دیگه بود همه این تیرو میخورد، مخصوصا بهت. بله دیالوگ دو اتچمنته یه خاصیتی داره، این که هیپ فایرشون خیلی قویه. اینجا وایستادم هیپ فایر بزنم، نخورد دوباره. بله این دیلی که من میبینید الان فول اتچمنته همین، یا کن مخصوص چیه؟ مخصوص فسسکوپه، ولی من نمیدونم دیگه، دارم هیپ فایر میزنم باهاش. بله داشتم میگفتم همون جوری که دارید میبینید شدیم 6-4 تا بودیم ما، شدیم 6-4. بخاطر چی؟ اشتباه من در نیوکن نتونستم اتچمنت درست رو انتخاب کنم برای این فایت. اگه همون دو اتچمنت خودم، همون دیال اولم رو میکشیدم، راحت میتونستم حتی با نتیجه نوکش کنم، 10-0 ببرمش. ولی چی؟ این که من مخم کار نکرد اون دزه، فقط به دنبال اون بودم 1000 تا سی پی رو ببرم. اشتباهم در همون بود. نگون داره پی فایر میزنم باش. اینجا اومده فینیشرش کنم نشد، یهو اومد یکی زد بیخ گوشم. ببینید دیگه شدیم 8-4. الان فکر کنم یه دونه دیگه هم بله شدیم 9-4. همین دیلم رو ادامه دادم، گفتم دیگه این دفعه هیپ فایر نزنم بهتره. رفتم سراغ این، اومدم ترای کنم، گفتم نه بابا بازی دوستانه است، ترای چی؟ یکم سفت شدم و گفتم 1000 تا سی پی دیگه هزینه. اومد اینجا شاکارسی بنداز مثلا منو بزنه، سری خودم رو ول کردم، اومد مثلا فینیشر بزنه،
تق فست اسکوپ فرار کن. اینجا دیدم دوباره اومدم بزنمش، دیدم دمیجم کرد. بعدم فرار کن، این ور برو اون ور برو، از این ور میاد از اون ور میاد. تق نخورد، دوباره نخورد، دوباره همین. نکن اشتباه من چی بود؟ مسیرمو تغییر دادم دیگه با کلت، ولی منو زد آخرین زر. با کلت آخرین زر منو زد. میتونستم کامبک بزنم فکر کنم، ولی نه دیگه. اما بر نمیاد، بازی دوستانه بود. شما نگاه کن، تیر میزنه این ور میخوره به ما، میزنه به کانکس، چون فاسیسکوپ بازی اسکول دیگه. بیا هدشات هم حساب کرد و اینا رو حساب کن. ولی دم محمد گرم بچه. محمد بی کال آف پلیر خیلی قدیمیه. فوش آزاده تو کامنت ها، هرچی دوست دارید بهش بگید. اینجا هم که دارید میبینید. اگر هم سوال شد مدل گوشی من چیه، مدل گوشی من M13 5G بچه ها. من با این دیوایس حالا در ادامه میبینیم. مرسی که از این ویدیو رو تا آخر دیدید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. نه ای بابا نشه دوستان. امیدوارم از ویدیو خوششون اومده باشه. اگه بازم حمایت کنید 100% دوباره از این ویدیو میذاریم، ولی با محمد نه، مثلا قرار بود که تورنمنت بذاریم. بابا